گایز، خوش اومدیم به ویدیو دیگه از کانال عادی ماجیک. امروز قراره بهتون یه شواله بازی خیلی خفن و با پاسور بهتون یاد بدم. اگه طرفدار ویدیو شواله بازی هستی ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگ کنشم بزنید تا ویدیو جدید آپلود کردیم اولین نفر با خبر باشی. برو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دوستان، کارتا رو کاملا بر میزنم، شما هم بدین کارتا رو بینندتون کاملا بر بزنه که خیالش راحت شه. کارتا هیچ ترتیب خاصی با هم دیگه ندارن. میتونم کارتا رو باز کنم، بیننده هم ببینه کارتا رو. خب حالا من کارتا رو میذارم زمین، کارتا پخش میشن روی زمین و خب کارتا رو کاملا با هم دیگه قاطیشون میکنیم. ببیننده میگیم از هر جای کارت که دلت میخواد بهم یه خش بده، فقط کارتو نگاه نکن. حالا بیننده این کارتو میده و خب آفرین درسته، 8 خشت تو بهم دادی. خب حالا تو بهم یه دونم 3 خشت بده از هر جایی که میخوای، مثلا این کارت و خب این کارت هم 3 خشت، درسته آفرین. حالا من خودم میخوام یه دونه 9 دل رو بکشم، منم این کارت بکشم. 3 خشت، 8 خشت و 9 دل. 3 خشت، 8 خشت و 9 دل. خب دوستان، این بود از این شعبده بازی. امیدوارم از این شعبده بازی خیلی خفن خوشتون اومده باشه. بریم سراغ آموزش. خب دوستان، کارتا رو میدیم کاملا بیننده بر بزنه. کارتا واقعا هیچ ترتیب خاصی با هم دیگه ندارن. وقتی که کارتا رو بیننده بر زد، شما هم خواستیم بر بزنیم و خب من دیدیم که کارتا رو باز کردم، گفتم کارتا رو ببین هیچ ترتیب خاصی نداره. این یه روش هست که کارت اول رو بفهمین چه کارتی هست. الان اینجا 10 دله یا نه. کارتا رو که دارین شما بر میزنین، کارتا رو از بیننده گرفتین میخواین بر بزنین. الان اینجا اولین کارت 3 دل میکشم و بقیه کارتا رو بر میزنم روش و خب الان اینجا 3 دل بالاست. یا نه وقتی میخوایم بر شونه‌ای بزنیم، کارتا رو میریزین آخرین کارتو یه بار دیگه. وقتی بر شونه‌ای میزنین، کارتا رو میریزین آخرین کارتو نگاه کنین. الان اینجا شاخه خشت و خب 3 تا روش بود که بفهمین کارت بالا چه کارتیه. ولی خب بهترش اینه که کارتا رو بر زدین، کارتا رو باز کنی و ببیننده بگی خب ببین همه کارتا با هم دیگه هیچ شرط خاصی ندارن. الان اینجا ما کارتو میبینیم که 2 خشته. کارتا رو جمع میکنیم و خب اینجا با کارتا رو بریزین روی میز. میتونین اینطوری کارتا رو بریزین روی میز، حرکت آبشار رو بزنین و خب اگه نه کارتا رو باز کنین، کاملا با دستتون قاطی کنین و حالا هر جور راحتین. خب من کارتا رو میریزم روی میز و الان میفهمم که من این کارت بالا یعنی کارت 2 خشته، کارتی که نگاه کردم. خب این کارت رو حفظ میکنم. یعنی چی؟ کارت رو وقتی دارم بر به هم میریزم، ببیننده میگم تو هم میتونی به هم بزنی، ولی این کارت رو با دستم نگه میدارم. این بالا بود، اینو با دستم نگه میدارم. بقیه رو ببینید، اینم با این دستم کارت 2 خشت الان اینجاست. اینم با این دستم کاملا کارت رو که قاطی میکنم. الان 2 خشت دوستان اینجاست و خب ببیننده میگم از هر جا که میخوای بهم یه دونه کارت بده، یه 2 خشت بهم بده، فقط کارت رو نگاه نکن. حالا ببیننده هر کارتی اینجا داد مهم نیست. مثلا این کارت چیه؟ 5 خشت. خب شما 5 خشت رو نگاه میکنی، میگی خب حالا از هر جایی که بازم دلت میخواد بهم یه دونه 5 خشت بده، مهم نیست. مثلا ببیننده این کارت رو میده، این کارت هم شاه گشنیزه و خب حالا شما میگی خب آفرین درست داری کارت رو و میگی خب حالا من خودم میخوام یه دونه شاه گشنیز رو بکشم. این کارت رو نگاه، کارت اول میگیم یه 2 خشت بده، 5 خشت داده. حالا 5 خشت رو نگاه میکنیم، میگیم خب یه دونه بهم 5 خشت بده. هر کارتی که بیننده داد الان شاه گشنیز رو داده، میگیم خب حالا یه شاه گشنیز رو من خودم میخوام از دست کارت، از کارت ها بکشم بیرون. میایم اون کارتی که اول نگاه کردیم 2 خشت رو میکشیم بیرون. اینجا الان 2 خشت رو ما میکشیم، کارت میشه 2 خشت، 5 خشت و شاه گشنیز. خب این بود از این شواره بازی. فقط اینجا یه نکته، شما که دوستان کارت رو کاملا قاطی کردی، اینجا الان 2 خشت کارت ماست و خب کارت رو که شما کاملا قاطی کردی، حالا اتفاقی این توی مثلا بعضی موقع اتفاق میفته. ببیننده میگی خب ببین از هر جای کارت که دلت میخواد یه دونه 2 خشت بده. ببیننده میاد همین کارتی که ما
نشونه کردیم 2 خش میدنده میاد این کارتو میده و خب شما دیگه نباید اونجا بگی خب حالا یه کارت دیگه بده، چون کارت 2 خش رو بهتون داده. اینجا یه ترفند تموم میشه و اونجا میگه خب آفرین تو 2 خش کارت 2 خش رو بهم دادی و تموم، ترفند تموم شد. خب دوستان این بود از این شاور بازی. امیدوارم از این شاور بازی خوشتون اومده باشه. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیو جدیدی آپلود کردیم اولین نفر با خبر باشی. نظرتو تو کامنت برام بنویس. درخواست شاور بازی داری بزن تو کامنت برام بنویس تا یه ویدیو دیگه، یه ترفند دیگه. خدا نگهدار.